سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید زیر چتر لطف خداوند قرار گرفته باشید و هر لحظتون معجزه خداوند توش باشه. برای هیچ کاری انشاءالله، برای هیچ هدفی دلتون نلرزه و موقعیت های بسیار خوبی باشن برای شما. عزیزان دلم، امروز با یک فال تاس در خدمتتون هستم برای موقعیت‌های احساسی، نیت‌های احساسی، برای عملکردهایی که میخواد ما رو به یک ازدواج خوب و به یک خواستگاری، راه خواستگاری. ببینیم نتیجه انشاءالله چی میشه. فال تاس یک فال بسیار دقیقه، اگرچه جوابگویی بسیار مختصری داره، اما نتیجه همون چیزی میشه که توی تاس دیده میشه. تمرکز کنید دوستان عزیز و برای همسو شدن عدد 777 که یک کد کیهانی بسیار مقدسه برای من کامنت کنید، انرژی مثبت به من برسونید که بتونم همیشه در خدمتتون باشم برای جوابگویی به تمام نیت‌هاتون. برای فال‌های شخصی، انرژی خوانی‌های شخصی و چیزی که می‌خواید دقیق‌تر، جامع‌تر برای نیت‌هاتون جوابگو باشه، حتما با شماره 0938 042 27 24 تماس بگیرید. خب تمرکز کنید دوستان خوبم در مورد خواستگاری ها، ازدواج ها، اشخاصی که میخوان این کار رو انجام بدن. ببینیم نتیجه به چه صورته. خب دوستان خوبم، عدد 7 توی انرژی خوانی با تاس یک عددیه که یک امیدی برای آینده به ما میده، منتظر خوش اقبال بودن، منتظر یک شانس بزرگ بودن که این شانس و اقبال حتما به سراغ شما میاد. در وعده 7 حتما موفقیتی برای شما ایجاد میشه، چرا که عدد 1 توی تاس به شما میگه ماجرا به اون صورتی که شما دوست دارید تمام میشه. توی هدف شما یک سری مشکلات، یک سری راه‌ها بسته شدن و به قولی چله نشینی گرفتید. اتفاقها، موانع ادامه دار شدن برای شما توی این راه ازدواج در هر موردی. این چله نشینی رو حتما رفع کنید. به هر صورتی که خودتون معتقد هستین، با هر دین و آیین و هر مذهبی که هستین، به هر حال اعتقادی برای این مسئله برای هر کسی وجود داره که چجوری انرژی های منفی رو از خودش دور کنه. پیشنهاد من میتونه یک پیشنهاد شمع تراپی باشه، میتونه دادن یک صدقه باشه، روشن کردن شمعی باشه توی 7 روز توی خونه هاتون در کمال آرامش. هر جوری که خودتون معتقد هستین سعی کنید این چله نشینی رو از خودتون دور کنید تا موانع برطرف بشن. کسی برای شما یک موج منفی فرستاده، چشم و نظر، حسادت، شخصی که به شما حسودی کرده، شخصی که هر چیزی که شما دارید توی چشمش اومده و چشم زخمی به شما زده. پس همون کاری که خدمتتون گفتم رو انجام بدید. حتما یک صدقه بدید تا این مشکلات از بین بره، این موانع از بین بره برای شما. راهتون بسیار بازه، مسیرتون بسیار همواره. عدد 4 به معنای اینه توی انرژی خوانی تاس که شما میتونید این راه رو برید، شما تواناییش رو دارید، قدرتش رو دارید که این راه رو برید. پس این کار رو حتما انجام بدید. توی هدفتون، توی این نیتی که شما دارید،
یک ترسی وجود داره، ترس از اینکه من نمیتونم این کار رو انجام بدم، من تواناییش رو ندارم، من آمادگیش رو ندارم وارد این راه بشم. این ترس شما برای یک سری مسائلیه که بزرگ جلوه داده شده. نگران نباشید، تردیدها رو از خودتون دور کنید و به جای این ترس یک امید توی دلتون ایجاد کنید که حتما این راه براتون روشنه. حالا میخوایم ببینیم آخر راهمون، نتیجه راه ازدواج و خواستگاریمون چیه؟ آخر راه، نتیجه این کار، راه ازدواج، راه خواستگاری، راه دوباره آشتی کردن، نتیجهش اینه که شما به مقصود میرسید. عدد 4 برای نتیجه شما افتاده و گفتم خدمتتون عدد 4 یک عددیه که به شما میگه شما میتونید به صورت حرفه‌ای این کار رو تمام کنید، انجام بدید، کامل کنید این راه رو. شاهد فالمون توی انرژی خانیمون برای تاس میگه بهترین اتفاقها، عدد 20، بهترین کارها، بهترین نتایج براتون ایجاد میشه. نترسین، نگران نباشین، موفقیت از آن شماست. کنار عدد 20 ما یک عددی رو داریم میبینیم که نشان دهنده پیغام و تماسیه، عدد 8. پیغام و تماسی که به بزرگترها داده میشه. این پیغام به خانواده داده میشه، یک دیدار، یک قرار ملاقات گذاشته میشه که بتونید بهتر به این کارهاتون رسیدگی کنید و تمامش کنید انشاءالله. این از کسانی که توی مسئله ازدواج و راه ازدواج و خواستگاری بودن. کنار این توی تاسهای شما یک آشتی و یک بازگشت هم نشون داده شده. حالا برای روابط احساسی، کسانی که به هم خورده، میخوایم ببینیم آیا شخصی که رفته خودش خواسته بره و رفته پشیمونه یا نه، هنوز از کاری که کرده راضیه. دوستانی که توی رابطه بودن و با یه سری اتفاقات طرف مقابل ناراحت شده و رفته بدون اینکه بخواد مشکلات رو حل کنه، میدان رو خالی کرده. میخوایم ببینیم آیا هنوز از این کارش راضیه و پشیمون نیست. عدد 9 پشیمانی رو نشون میده، دلخوری رو نشون میده، اشک ریختن ها، کدورت ها، ناراحتی هایی که براش پیش اومده و مطمئناً پشیمان از رفتن. عدد 80 مطمئناً بهبود پیدا میشه، بهبود پیدا میکنه این روابطی که کات شده، آشتی حتما به وجود میاد. بیقراری نکنین برای این مسئله، برای این اتفاقی که براتون افتاده بیقرار نباشید، آرامش خودتون رو حفظ کنید. گریه، زاری، غذا نخوردن، توی اتاق خودتون رو حبس کردن هیچ کاری رو درست نمیکنه. فقط باعث این میشه که شما نتونید بهتر تصمیم بگیرید، ندونید راهتون به چه صورت باید باز بشه. پس تاس به شما میگه بیقراری ها رو کنار بذارید. حالا میخوایم ببینیم ترسمون از چیه توی این مسئله کات شدن. ترس از یک تردیدی که توی ذهن دوتاتون جا گرفته، یک شک، یک مسئله‌ای که باعث تردید شده برای شما که
نگرانتون کرده. این شک و تردید درست نیست دوست من. شک و تردیدی که اساس و پایه درستی نداره. پس از ذهن خودتون دورش کنید. امیدتون به اینه که این راه تکمیل بشه و حتما این اتفاق میفته. حتما توی تاسی که امید و ترس شما رو نشون میده، امید پایین افتاده که میگه من خیالم راحته که میتونم این ترس رو از خودم دور کنم و این شک و تردیدها درست نیستن. نتیجه فال ما، نتیجه‌ای که به دست میاریم توی فال، توی تاس 20 وجهی مونه. این تاس به ما میگه عملکرد درست باشه، نتیجه قطعاً درسته. عملکرد درستی داشته باشی، نتیجه قطعاً برای شما موفقیت آمیزه. شاهد فالمون میگه عدد 11 رو نشون میده. میگه نذارید کار به جای باریک برسه، گره ها رو کور نکنید، خودتون ریش سفید خودتون باشید و کارهاتون رو به نحو احسن انجام بدید. نذارید دیگران از اتفاقهایی که بین خودت و طرف مقابل کیس احساسیتون ایجاد شده چیزی خبردار بشه. این کار رو انجام بدید، خودتون تلاش کنید تا برگشت و آشتی خوبی داشته باشید انشاءالله. خب تاس بعدی رو میریزیم برای دوستانی که منتظر اخبار و پیغامی هستند از لحاظ کاری، منتظر هستند کاری براشون به وجود بیاد، منتظر هستند پیغامی از ارگانی اداری یا هر چیزی که آزمونی که دادن بهشون برسه. ببینیم این پیغام چه پیغامیه. دوست خوب من، متاسفانه عدد 10 رو نشون میده، اولین تاسی که باید خونده بشه و میتونم بگم توی عدد 10 جواب میشه یک زد و بند، یک خیانت، چیزی که شما ازش بیخبر هستی اما براتون فاش میشه. این اتفاقی که شما ازش خبر ندارین تا 10 وعده دیگه برای شما فاش میشه. برای کارتون نگرانی زیادی داریم. شخصی که با نگرانی های شما نگران میشه، این شخص توی عدد 5 میتونه مادر شما باشه، کسی باشه خواهر بزرگتر شما، کسی که توی جایگاه مادر قرار گرفته باشه و خیلی برای شما نگرانه. اما وعده براتون میگه مطمئناً تا وعده 7 این شانس و این اقبال به شما رو میکنه. شاید همون دعای مادر باشه که برای شما اثر بخشه، شاید همون دعایی باشه که گفتم کسی که به حکم مادری، خواهر بزرگتر، خانومیه که خیلی دلسوز شما هست، براتون دعا میکنه و مطمئناً اتفاق خوبی برای شما به وجود میاد. کاری به شما پیشنهاد میشه، این کار خوبیه ولی موندگار نیستید توی این کار و تغییر پیدا میکنه. یک مدتی توی این کار هستین، بعد از اون جابجایی شغلی، تغییر شغلی حتما براتون توی وعده 6 به وجود میاد. ترستون بیهوده است توی این کار، نترسید. شما حرفه‌ای هستید، کسی هستید که میتونید به قول معروف گلیم خودتون رو از آب بکشید. پس ترس نداره. کاری که به شما پیشنهاد شده نگرانی نداره. با خیال راحت بسم الله بگید و قدم به این کار بذارید انشاءالله. نتیجه فال نتیجه‌ایه که میگه یک کمی آروم باشین، عجله نکنین و دلخوری ها رو کنار بذارید. کاری از دست دادید، دلخوری به وجود اومده، ولی این دلخوری ها رو نذارید عمیق بشه، ریشه دار بشه.
کار رو دوباره شروع میکنید با طرف مقابل، با جایی که قبلا کار میکردید، حالا یا شریکیه و انشاءالله این کار تا 5 وعده دیگه هم نتیجه میده و تمام میشه. اگر کاریه که باید تمام بشه، اگر کاریه که کلن همیشگیه، میگه این وعده 5 یک وعده‌ایه که سود بهتری برای شما داره، اوکیه. شاهد فالمون عدد 3 هست. اگر قرار نظری بکنید، اگر قرار دعایی درست کنید، یک دعایی که قرآنی باشه، دعایی باشه که راه شما رو بازتر کنه، این کار رو انجام بدید که انشاءالله موانع و مخرب‌ها از جلوی پای شما دور بشه. دوستان خوبم، این هم فال تاس امروز. امیدوارم که جواب نیت‌هاتون رو گرفته باشید. عزیزان دلم، حتما کانال گندمی فال رو به دوستانتون معرفی کنید و خودتون هم با کامنت های قشنگتون به من انرژی بدین تا بتونم در خدمتتون باشم. دوستان خوبم، خدا نگهدارتون.